سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم در عید بازار جمعه لنگرود گردشی داشته باشیم. امروز جمعه 17 اسفند ماه و ساعت حدود 4 عصر. چند روز پیش تصمیم گرفتیم که ولاگ هایی در نیمه دوم ماه اسفند از بازارهای محلی گیلان ضبط کنیم و حال و هوای بازار عید رو با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم. امروز هم تصمیم گرفتیم در جمعه بازار لنگرود گردشی داشته باشیم. این بازار تنها بازار جمعه ها در شرق گیلانه و به دلیل تعطیل بودن بسیار شلوغ و وسیعه. امروز هم که بازار عید جمعیت بیشتری اومدن، به خاطر همین امکان ضبط بهتر ولاگ یا پرسیدن دقیق اجناس وجود نداشت و بسیاری از جاها رو از فیلمبرداری صرف نظر کردیم. واقعا جمعیت زیاد بود و فضای مناسب برای ولاگ گیری وجود نداشت. به هر حال قصد داشتیم این حال و هوا رو هم برای شما عزیزان به تصویر بکشیم. بازار جمعه ها در لنگرود در روزهای جمعه در پارک بازار که جنب فرمانداری، میدان لکلک و پارک فجر قرار داره برگزار میشه و عصرها شلوغ‌تر و پرشورتره. قبلا ولاگ های از این بازار رو در روزهای عادی در کانال قرار دادیم که میتونید در پلیلیست شهر لنگرود کانال ما پیداشون کنید. لنگرود از شهرهای شرق گیلانه که حدود 60 کیلومتر با مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت فاصله داره. این شهر در همسایگی دریای خزر، لاهیجان، رودسر، املش و شلمان قرار داره. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر پل خشتی، منطقه زیبای لیلاکو، پارک فجر، بازارچه بانوان ملات، صخر کومله، ساحل زیبای شمخاله، روستای زیبای لاتلی و مناطق زیبا و گردشگری در اتاقور و کومله اشاره کرد. اگر به دیدن جاهای دیدنی این شهر علاقه دارید حتما به پلیلیست شهر لنگرود کانال ما سر بزنید. لینک پلیلیست رو برای راحتی شما عزیزان در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. اگر به دیدن زیبایی ها، جاهای دیدنی و بازارهای محلی استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. سلام، تشریف بردین.
تو چیکار؟ همه کلاه گذاشتم بچه ها دیدی؟ قابل نداره همون یه دونه شلوار بود من گم میکنم بگیرم به یاد نمیام سبزی خورده؟ بیا سبزیه قرمم داریم
لیوان شیشه واقعا 90 تومن. شیشه 90 تومن. لیوان فقط شیشه 90 تومن. شیشه 90 تومن. یا دیگه برگ طبیعی ببر. بیاین برای آزاد. ما باید بزرگی یه سازی برو 80 ببین. اشتالی چه من بهتون میدم. 80 90 این چیکار بگیم چیزش نداری نه؟ Tunik falan 200 solar, tunik falan 200 solar. Bize fakat sen. Hadi. Bale. بیا دیگه. مرغ پنجینی وردگی شیشلی مرغ مالی پنجینی پنجینی پنجینی. ها تخفیف دیگه. چرمه؟ چرمه؟ این خوشگل. همینو بزن. سه تا جنگی بگم بگیم بزن. بنام نیت بتونه بزن. گروه ایچونه تو سوال کرد بیا بریم بابا. ببین از اینا رو بله خیلی خوشمزه اون مای سفید مای سفید دیدی که 50 بازه بعد اون 400 چه کار کنی تو؟ حقش خسته نباشه شما مرسی. قرمه سبزی این ترشاش چیزه؟ قرمه سبزی این. ترشه کاره بس کنم این کیس های دست کنم بفرمایید. بزرگ سر 30 تومانه متوسط در 120 تومن کوچیکم سر 10 اصلا این برای چیه قندونه؟ شبیه این ها پشمشیش نیست
کلوچه لنگروده؟ اینا کلوچه لنگه. اینا مال کجا؟ اینا نارگیلی هستش، گردویی، اینم فرومنی هستش. वो आलन के बुजुर्ग है वो मानिया कोई लार्ज को बना लिया ये बड़ा था چند خرجا داشتم هاش فرار میکنی حاجی خسته نباشه سلامت گل پوران نامهربانی آتشم شست و شیش بیست دیگه آب شد دادن شکلات لواشن شکلات لواشن چند از خیلی عالیه نگاه کنین آتو میدن هر سایز بخواید داره اصلا پلاستیک نیست زیر قیمت بازار زیر قیمت بازار Burada diğeri var konu.
اینم درجه یکیه. کارت به من بفرست. یکی میدن یا عرضه ببرسید داریم تموم شده. خسته نباشید. سوتی دونی چنده؟ فیلم داری میری؟ سوتی دونی چنده؟ سوتی استوب بزنید باشیم دیوان چه پایین سیتی قیمت سیبزنی 55 یه دونه خطور بینی اونا کیلوی چند کوچیکا؟ دانه ایست اولین سینی دانه ایست دومین سینی 130 سومین سینی 150 No corre da moça. گوجه 25 یا 25 سیب زمینی خوشگل 50 سیب زمینی پیاز گوجه اون دور و معدن نه دور اینجا میاد نه السلام Bir tane köfte bir yer.
Aynen. Ama kağıdını Sizce çaldı? Sütçülerin yüzü şap. Hasan abi. Çند کیلوی چایی؟ چای دارم 220 چای دارم 180 این سرگله یا نه؟ این سرگله اون چنده 200؟ این 220 این 180 سرگله هر دو Oldu badire. Ne? Oldu badire. Ne? Oldu badire. نه این دوستان گفتن نگید Bakalım ya. Ondan şey miyeceğim. Oldu badire. Kilo punjabi. 2 kilo umune kubele isko. Mo achi asia. خسته نباش işte خوشگاه بیاد بی زبان بی زبان شامل باش شامل
25 شما بالا هر دو رقم بدید 25. آره اینو چیه؟ ایشون نون گندمی کنن ایشون همون زبانی که دیگه بینیم با بوتداستنا داستانا ها آره اینا کدو هستن کشتا. نون کدو حلواییه خب هشتا کشتان میگن آره این همونه این هم خلفه همون شنبلیبه این ما میگیم برنجی تمیجان هم معروفه اینجا رخصت تمیجان گیر آی دودی اکرم را برا بخور نرسو یه جا بخور آی دودی منم مادر جونم آی دودی یا چیه خوش نزن آقا